مادرت اویلادار شدنت رو میدونست؟ حالا موضوع همین است، کی میدونست کی نمیدونست. این نیست. فهمی چه خیلی که میخوای همون خیلی شود. برای تو نه، برای فرزندانم میکنم. پگاه با اونجا میرویم. چی شده ایستاده است؟ شما پگاه با کجا رفتنی؟ خوش آمدید مادر جان. خوش باش. گنجی؟ یک دو چیز رو شکستم، همونها رو جمع میکنم. قادر در همین جاست؟ نه اومد. با قادر صحبت کردی؟ نه، تینجی است. با او زنگ زن، شاید به زنگ تو جواب میدهد. چی گپ شد فهمونه؟ اول تو زنگ زن. لابای حسرت. قادر مادرم میخواد. با من ده. الو پسرم، من به تو یک چند مرتبه زنگ زدم، برای چی جواب ندادی؟ در این بی وقتی در کوچه چی کار میکنی؟ قادر التماس به خانه بیو، مرا ضیق نکن التماس. مایلش کمی پس میایم. قادر خاموش کرد. مادر گپ زنید آخه. سوزان، موضوع پگاه چیست؟ از کجا برآمد سوزان؟ یعنی اویلادار شوی کمال را میدونستید؟ با من دیروز سحر گفت. با تو فرصتی صحبت کردن نشد، اما تو خود خبردار شدی. یعنی با من دروغ گفتید؟ با تو دروغ گفتم من چی فایده میبینم؟ به همین هم با کمال گپی لازمه را گفتم. چرا؟ هم برای چی از اول با کمال اجازت ندادید که با او اویلادار شود؟ با فکر من او با شما کلینی مناسب، هر گفتتان را اجرا میکند، با شما در یک خانه زندگی میکند. سوزان، اگر فکر کرده ای تو درست میبود، حالا من درباره تو نه بلکه درباره آنها میبودم. ندانم، شاید در حقیقت میخواهید که درباره آنها باشید و فکرم نمیخواهید که نبیره هایتان از شما رو گردانند، برای همین روی اصلی خود رو نشان نمیدهید. سوزان، تو بسیار مانده شده ای. رو کمی استراحت کن. اویدی رفتن درست گفتید. به فکر من باید روم. در خانه آن شخصی که به چشمم نگاه کرده دروغ میگوید استقامت کرده نمیتوانم. در روزهای نزدیکترین من و فرزندانم خانه‌تان رو ترک میکنیم. سوزان، دیوانه نشو. جای نبیرگانم اینجاست. چیک؟ بیبی هم گفتم؟ از اول میگویم که اگر جنگ کردنی باشه. نه برای جنگ کردن نآمدم، برای احوال پرسی آمدم. خوبم، بد نیستم. دخترم، میدونی که تو رو بسیار دوست میدارم. میدونم، من هم شما رو بسیار دوست میدارم. حالا میخوام که تو به من وعده دهی. تو از کودکیت حلاوت میبری، حیاتت رو خوب میگذرانی و با مشکلی ها من مشغول میشوم. وعده میدهی؟ مایلش وعده میدهم.
معلش وعده میدیم. چی شد؟ شمی جنست به تو معقول نیست؟ اینها چیستن اینقدر دلچه ها؟ از زندگی حلاوت برگفتم و با یادم اومد. بیا مادر و دختر یک جای برای خرید میرویم. جوانت رو از نو پر میکنیم. مایلش، ولی هر لباسی را که خواهم میخرید. این رو بینید، با مانند مادرش زود سپاریش میدید. میگیریم. بریده دختن رو بس کن. مادر، از اکم نرنجید مایلش. او نیز بسیار غمگین است. خود دخترم. پسرم، در آوان کودکیت مثل همین طور بودی؟ اگر به غضب بیایی زود خود رو در حجره محکم میکردی. شبانه از ناخوشی تبت خوب کرده نمیتوانستی. تا سحر در برت استوده تو خوب کردنت سرودهای دوست داشتت رو میخوندم. مرد، من در بری تویم. هیچگاه تو رو ترک نمیکنم، اما از تو خواهش دارم آرام شو. التماس تو همه رو ترک نکن. خوب مادر جان. امروز به شرکت برای دیدن من رفتی؟ برای با سوزن صحبت کردن رفتم. چرا؟ خواستم بداند که مرا ترساندن نمیتواند. بگذار بداند که برای با تو اویله دار شدن قرارم را داده. اگر حادثه امروز را فکر کنم صحبت ما اونقدر معنی ندارد. نه آیدی فاتحه فکر کن. برعکس پرمعناست. اگر تو در بری من باشی از عهده تمامی کار میبراییم. چطور کمال؟ فرزندان ما رو نمیبینی؟ به حال مرد و خاطر نگاه کن. امروز چیچک به خانه آمده است. من به تو باور میکنم نیلگون. من به تو باور میکنم. من به عشق تو و مرحمتت باوری دارم. اگر ما باور کنیم فرزندانمان نیز باور میکنم. بعضا فکر میکنم و با خود میگویم که تو تنها مادر نیستی، زن هم هستی. به عشق و محبت احتیاج داری. به تپش دل احتیاج داری. سالهای زیاد انتظار شدم و به خاطر فرزندانم فداکاری کردم. اکنون بس است میگویم. بعد به حادثه های رخ داده نگاه کرده سرم گرنگ می شود و همه چیز بی‌معنا می شود. فرزندانمان بسیار خرسند می شوند. همه چیز کمی دشوار می شود. اما از عهده‌اش می براییم. به من باور کن. می توانیم. همه چیز رو حل می کنم. باور می کنی؟ باور می کنم.